درود با شما شنوندگان عزیز. اینجا استودیوی مرکزی رادیو موجر است و امروز 13 می 2020 سال و نشر نوبتی خبرهای روز را مستقیما میشنوید. صبح امروز در یکی از بیمارستان‌ها در سن 85 سالگی زبانشناس معروف تاجیکستان دکتر علم فیلولوژیا پروفسور بحرالدین کمال‌الدینов وفات کرد. دیروز نیز دختر پروفسور بحرالدین کمال‌الدینов گلنوره کمال‌الدینова 53 ساله نیز فوت کرد. رسانه‌های خبری با استناد به منبع‌های خود مرگ زبانشناس معروف تاجیک پروفسور خادم نمایان جمعیتی دکتر علم‌های فیلولوژیا استاد فخری فاکولته ژورنالیستیک دانشگاه ملی تاجیکستان کمال‌الدین بحرالدینov را به ویروس کووید 19 ربط می‌دهند. بحرالدین کمال‌الدینov سال 1935 در ناحیه اشت ولایت سوخت به دنیا آمده است. استاد بحرالدین کمال‌الدینov یکی از شخصیت‌های نمایان در سمت رشد املا و زبان تاجیکی دانسته می‌شود. بحرالدین کمال‌الدینov از سال 1959 تا این جانب در دانشگاه ملی تاجیکستان به دانشجویان فاکولته ژورنالیستیک درس می‌گفت که تا این جانب قریب همه زبانشناسان و روزنامه‌نگاران تاجیک از مکتب زباندانی استاد بحرالدین کمال‌الدینov گذشته‌اند. بحرالدین کمال‌الدینov مؤلف اثرهای سرشمار است که به دایره وسیع متخصصان در تاجیکستان و خارجه معلوم است. تحقیقات‌های او بر رشد زبانشناسی تاجیک تاثیر رسانیده برای رشد اسلوب زبان تاجیکی زمینه گذاشته است. بحرالدین کمال‌الدینov مؤلف زیاده از 180 اثرهای از جمله مونوگرافیا‌ها و دستورهای تعلیمی برای دانشجویان دانشگاه‌های عالی مملکت میباشد. بنا به فوت استاد بحرالدین کمال‌الدینov اهل ایجاد رادیو موجر به نزدیکان و پیوندان استاد همدردی عمیق خویش را بیان میکنند. ادامه خبرهای روز را شما مستقیما میشنوید. زیاده از 800 کارمندان 6 مرکز سلامتی، 2 نقطه یاری تجلی، مرکز نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی و شعبه ریاست کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرجدنی در شهر خوجند از نام رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده بسته‌های غذایی گرفتند. طبع خیرالله قبل‌زاده معاون اول رئیس شهر خوجند قید کرد کمک‌ها از نام رئیس ولایت به زیاده از 800 کارمندان شفاخانه‌ها شروع از پاسبان‌ها تا به فراشان و همشیره‌های طب و طبیبان کمک‌های خیریوی رسانیده شد. خیرالله قبل‌زاده معاون اول رئیس شهر خوجند قید کرد که همه طبیبان مرکزهای سلامتی، مرکزهای یاری تجلی و مرکز نظارت دولتی سانیتری و اپیدمیولوژی شهر خوجند با نقلیات‌های کاری و لباس‌های محافظتی تامین کرده شده مقدار ضروری داروواری و تجهیزات طبی در مقابل کووید 19 در مؤسسه‌های طبی مذکور جایگیر گردیدند. روزهای نزدیک ماموریت شهر خوجند نیز اینچنین به کارمندان طبی بیمارخانه‌های شهر کمک یک وقتینه پولی خواهد کرد. تاکید میکند خیرالله قبل‌زاده معاون اول رئیس شهر خوجند. وزارت دفاع تاجیکستان رخصت سربازان خدمت نظامی را موقتا منع و دیداربینی آنها را با خویشاوندان در حال حاضر اجازت نمی‌دهد. قرار مذکور بهر نگاه داشتن سلامتی سربازان و افسران روی دست گرفته شده است. در این باره دفتر مطبوعات وزارت دفاع خبر می‌دهد. بنا به اطلاع نظامیان تاجیک در بی‌ضررگردانی شهرها و منطقه‌های جمهوری نیز فعالانه شرکت می‌کنند. غیر از این تقریبا همروزه تمام قسم‌های حربی، آشخانه‌ها، کازارمه‌ها و دیگر مکان‌های بودوباش سربازان و نظامیان در قسم‌های نظامی کشور بی‌ضررگردانی می‌شوند. تنها در دوام 2 روز اخیر در کوچه‌ها و باغ‌های شهر دوشنبه اختیاریان وزارت دفاع تقریباً 5000 نقاب‌های طبی را به طور رایگان به راهگذران تقسیم کردند. گفته می‌شود در خبر دفتر مطبوعات وزارت دفاع جمهوری.
با صورتحساب مخصوصی کشوده شده جهت مبارزه با ویروس کووید 19 در نزد سرایست خزینه‌داری وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان 6.3 میلیون سومونی و 12.3 هزار دلار ایالات متحده آمریکا وارد گردیده است. خاطر رسان میکنیم که صورتحساب مذکور برای جمع‌آوری مبلغ‌های خیریوی جهت تقویت مبارزه با کرونا ویروس کشوده شده است که اولین نفر به خزینه مبلغ انتقال داده پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان میباشد. مقامات گذرانیدن مبلغ را به صورتحساب مذکور کار خیریوی و مجبوری نمی‌حسابند و هر نفر و یا تشکیلات و مؤسسه می‌خواهد می‌تواند به این صورتحساب مبلغ معین انتقال دهد. نظارت اجرای خرج و روند شفافیت جمع‌آوری مبلغ‌ها را اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیون جمهوری تاجیکستان و پالات حساب جمهوری بر عهده دارند. بعد از آنکه که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان معاش ماهانه خود را به صورتحساب مخصوص روانه نموده، از جانب دیگر مقامداران و شخصان علاهیده این تدبیر نیز ادامه داده شده ایستاده است. طوری از خبرهای قبلا پخش شده دیده می شود تاکنون اکثر کارمندان مقامات حفظی حقوق و صاحبکاران شخصان علاهیده در این عمل نیک سهم گذاشتند. شما تحولات تاجیکستان و جهان را مستقیما میشنوید و از تاجیکستان به افغانستان همسایه می رویم. بعد از ظهر 12 می در یک حمله مسلحانه به تولدخانه شهر کابل جمهوری اسلامی افغانستان 14 نفر قربان شدند که اکثریت آنها کودکان نوزاد می باشند. همچنین خود همان روز 12 می در ناحیه خیور ولایت ننگرهار در حمله مرگ طلبانه در مراسم دفن 24 نفر کشته و تقریبا 70 نفر دیگر مجروح گردیدند. در غرب کابل درگیری ها چند ساعت در بین مقامات ولایتی امنیتی و یک گروه اکستریمیست های مسلح که به تولدخانه و نیروهای امنیتی حکومتی حمله کردند ادامه یافت. وزیر کارهای داخلی جمهوری اسلامی افغانستان گفت که در این حمله 14 نفر از جمله کودکان نوزاد کشته شدند و 15 نفر دیگر مجروح گشتند. در نتیجه تیرپرانی میان نیروهای حکومتی و گروه‌های تروریستی 3 حمله‌گر کشته شد. همچنین مقامات امنیتی جمهوری اسلامی افغانستان توانستند که در جریان زد و خورد 80 زن را با کودکان نوزادشان از تولدخانه که به مکان درگیری مبادله گردیده بود نجات داده به جایهای به خوف انتقال دهند. شاهدان حادثه ابراز داشتند که حمله‌گران با لباس‌های نظامی و طبی وارد تولدخانه شده به سوی کودکان نوزاد و مادران آنها یک باره آتش کشیدند. مقامات افغان گفتند که تولدخانه شهر کابل با یاری‌های سازمان‌های بین‌المللی کمک رسان فعالیت میکرد که امروز در نتیجه حمله مسلحانه نصف از زیادی بیمارستان پر خراب گردیده است. خبرهای روز را ادامه می‌دهیم. وکالت‌دار هیئت به حقوق انسان در ولایت سوردلوفسک روسیه از مقامات محلی درخواست کرده است که شهروندان تاجیکستان به کار جلب کرده شوند. تا به حالت امروز 85 شهروند تاجیکستان در بازداشتگاه موقتی برای شهروندان خارجی در شهر یکاترینبورگ ولایت سوردلوف روسیه نگهداری می‌شوند. اینها نفرانی میباشند که دادگاه‌های منطقه اورال روسیه در نسبتشان حکم اخراج را از حدود مرزی و مأموری روسیه تطبیق کردند، اما بنا به سبب بسته بودن حریم هوایی روسیه و تاجیکستان آنها نمیتوانند به وطن برگردند. گفته می شود که بعضی از نفرانی در بازداشتگاه موقتی قرار داشته که ها باز مهلت نگهداریشان به انجام رسیده است و می بایست که آنها را مقامات اجرای سندهای دادگاهی از حدود مرزی و مأموری فدراسیون روسیه اخراج می کردند، ولی سرحدها بسته و مهاجران همانا در بازداشتگاه قرار دارند که این حالت کاسه صبر آنها را لبریز کرده است. خاطر رسان میکنیم که در همین بازداشتگاه موقتی شهروندان خارجی شهر یکاترینبورگ چند قبل نزاع برخواسته بود که مقامات حفظی حقوق در تشکیل نزاع انگشت اشاره را به سوی شهروندان تاجیکستان روانه نموده بودند. وابسته به وضع موجوده وکالت‌دار هیئت به حقوق انسان در ولایت سوردلوفسک روسیه تاتیانا میرزلیاک قید داشته است که راه دریافت کردن لازم تا شهروندان خارجی در بازداشتگاه موقتی قرار داشته تا دوره اخراجشان به شغل جلب کردند.
шунавандагони азиз, шарҳи хабарҳои рӯзро шумо мустақиман рӯи мавҷи радиои Моҷир шунидед. Саломат бошед.